هیچ میدونستین غیبت کردن باعث کاهش راندمان مغز و خنگ شدن میشه؟ من بر مبنای پژوهش‌های علوم اعصاب 3 تا دلیل برای این اتفاق میارم. دلیل اول اینه که وقتی ما اطرافمون پر از آدمایی باشه که مدام باهاشون میشینیم به غیبت کردن، احتمالاً کار بعدی که انجام میدیم مقایسه خودمون با اون آدم‌ها باشه. و این چند تا احساس خیلی مهم در ما ایجاد میکنه: ترس، اضطراب و احساس عقب موندن از قافله. و همه اینها باعث ترشح خیلی زیاد هورمون‌های کورتیزول تو بدنمون میشن و ایجاد اضطراب که این خودش مهمترین عامل برای کاهش راندمان مغزمون هستش. نکته دوم اینه که حالا ما با یه حجم زیادی از اطلاعات از زندگی شخصی کلی آدم طرفیم که واقعیتش به هیچ دردیمون هم نمیخوره. اما یه نتیجه خیلی مهم روی مغز ما داره: اینکه حواسمون از زندگی خودمون پرت میشه، اضطرابمون رو افزایش میده و مدام واقعیت زندگی خودمون رو با ویترین زندگی دیگرون مقایسه میکنیم و احساس ناامیدی بیشتری میکنیم. نکته سوم هم اینه که الان مهمترین منبع برای دسترسی به زندگی دیگران شبکه‌های اجتماعی هستش. به خصوص اگه صبح بلافاصله بعد از بیدار شدن گوشیتون رو چک می‌کنید، بدونید که دارین بزرگترین خدمت رو می‌کنید تا روزتون رو کلاً خراب کنید. چون توی این حالت سطح دوپامین مغزتون خیلی زیاد میشه، اون هم اول صبح. و بعد که در طول روز میخواین کارای روتینتون رو انجام بدین، سطح دوپامینتون پایینه. مدام هوس میکنید اون سطح دوپامین دوباره بره بالا و این فقط با چی انجام میشه؟ دوباره رفتن سر گوشی و این هوس سر گوشی رفتن رو هی بیشتر میکنه و این باعث میشه ما کارهای روزمرهمون رو نتونیم انجام بدیم، مدام کارهامون رو عقب بندازیم و احساس اضطراب بیشتری رو داشته باشیم. پس مراقب مغزتون باشید و بدونید که مغز شما ابرقدرت شماست.